گروه هکری که الان چند وقت اسمش اومده که F35 هک میکنن، شرکت لاکهید مارتین هک میکنن، اینها با آمریکا همدستن. آمریکا میاد اینا رو سفید میکنه، براشون جایزه میذاره. شما هر مهندس ایرانی رو دیدید آمریکا براش جایزه گذاشت، بدونید که وزارت اطلاعات اون طرف شک کرده آمریکا داره سفیدشون میکنه و این به یک پروژه نفوذ هست برای اینکه جمهوری اسلامی روی این افراد سرمایه گذاری کنه، چون ادعا کردن که ما تونستیم سیستم ناوبری هواپیماهای جنگنده آمریکا رو هک کنیم. حالا یک ضربه دیگه که ایران در روز آینده می‌کنه هک همین حساب‌های بانکیه. برانداز و انقلابی و ضد انقلاب میذارن تو خیابون، اگه خدای نکرده حسابشون مختل بشه یا یه تکنولوژی دیگه وجود بیاد. متشکرم آقای عالی، اینقدر هیجان داشتم قطع نکنید. من که قطع نمی‌کنم آقای حسن. شما مثل همین اطلاعاتی که دادین اونم در واقع یه جورایی به قول همکار ما در برنامه دیکود دوجاگاهی بود. من به هیچ عنوان قطع نکردم حرفتون، به هیچ عنوانم تا جایی که من خبرها رو خوندم مثلا هکرهای جمهوری اسلامی بجز اینکه حالا تونستن یه چند تا مقام چیز رو ستادهای تبلیغاتی کاندیداها رو هک کنن و یه دونه در واقع سازمان آبی رو تو یکی از ایالت‌ها بتونن هک کنن، یه بیمارستان کودکان هک کنن، اصلا تا جایی که من در خبرها دیدم حد و اندازه و قد و قواره‌شون به شرکت فوق امنیتی لاکهید مارتین و که F35 و جنگنده های چند صد میلیون دلاری تولید میکنه اصلا در اون اندازه ها نرسیدن و نشدن. چون اگر که به اون اندازه برسن که بخوان برای لاکهید مارتین خطر ایجاد کنن، اصلا نوع برخورد بین المللی و خود آمریکا با اونها متفاوت خواهد بود. بریم یکی از ویدیوهایی رو که